تعداد آدمای زیادی اونو انتخاب کردن. خب اومدیم و رتبه مثلا 4000 کنکور با معدل خوب یه جای روزانه خوب قبول نمی‌شده، اونجا رو پیدا کرده میاد انتخاب رشته میکنه، میخواد وارد بشه. پس معدل بالای 16 17 رو باز هم نسبت به دانشگاه معدل متغیره، ولی حداقل 16 17 رو من باید داشته باشم. مثلا میخوام برم یه رشته غیر از رشته مهندسی، مثلا مثال میگم رشته منابع طبیعی، رشته جنگلداری، رشته الهیات، اینها هم روزانه بدون کنکور داره، اما رقابت توش بسیار سبکه، بسیار سبکه. حتی شاید با معدل 12 13 هم بشه در دانشگاه دولتی قبول شد، چون معمولا خالی میمونه. تعداد دانشگاه دولتی بدون کنکوری هم که این رشته رو ارائه میدن کم نیست، زیاده. پس اولا قوانین ورود به دانشگاه دولتی بدون کنکور رو بدون، این یک. دوما این حداقل معدل هم تو ذهنت باشه. سوما من اگر بخوام برم مهندسی مکانیک بخونم، اولویت با بچه‌هاییه که دیپلم ریاضی دارن. پس این حداقل معدله رو که ما گفتیم توی ریاضیه، هر درسی تو سوابق تحصیلی ضریب مشخص داره. یکی از انسانی بخواد بره مکانیک بخونه شانسش کمتر از اونیه که میخواد بره ریاضی، مگه اینکه دوباره اون دانشگاه ظرفیتش پر نشه. اگر باز هم سوالی داری زیر همین ویدیو کامنت کن، به تک تک سوالاتتون جواب بدیم.